یه سری باس فایت ها انقدر سختن که اسم می‌کنی بازی باهات لج کرده. همونایی که وقتی تو رو میزنن می‌خوای بری از عصبانیت یه جا رو گاز بگیری، یا وقتی که تو اونا رو شکست میدی احساس می‌کنی دنیا رو فتح کردی. خلاصه می‌خوایم بریم سراغ گیمایی که ضررهای مالی و جانی زیادی بهمون وارد کردن. چه دست‌ها و موسکی بردایی که سر این بازی‌ها ما نشکوندیم. البته خب تو ایران مجبوریم خودزنی کنیم، انقدر گرونه. آره، امروز می‌خوایم بریم سراغ سخت‌ترین باس فایت ها، همونایی که اگه بخوای دوباره باشون رو در رو بشی استرس میگیرتت. اول میریم سراغ ملینیا از الدن رینگ، یکی از کابوس‌های نسل جدید بازی‌ها. ملینیا باسیه که با هر ضربه‌ای که میزنه جون خودش هم پرتر میکنه. یعنی حتی اگه قوی‌ترین بیلد رو هم داشته باشی، با یه حرکت اشتباه باید همه چی رو از اول بری، مخصوصا وقتی که بهش اجازه بدی مستقیم بهت حمله کنه. اون موقع دیگه شرایط خیلی برات سخت‌تره. آقا اصلا این باس انقدر زیبا بود که حداقل هر گیمری دوبار سر این باس لوز داده. ولی قبول داری که همین الدن رینگ حتی باس فایت‌های کوچیکش هم خیلی چالش برانگیز بود و واقعا تمام انرژی تو میگرفت. بله با ذکر تصویر کاملا قابل اثبات این حرف شما و آره. بریم سراغ بالدر از گادافار 2018. فکر کن که بازیو تازه شروع کردی، توی خونت نشستی، بعد یکی در میزنه. سلام عمو، میای با هم بازی کنیم؟ میری دم در یه غریبه رو میبینی. آره، این همون بالدره. به قیافش هم نمیخورد که دنبال دعوا بشه، انگار که این طرفا گم شده بود. ولی یهو همینجا شروع میشه یکی از طولانی‌ترین و سینماتیک ترین باس فایت های گادافار. آقا یعنی چی؟ بازی سازا یه خلال لندون متحرک همون اول گیم میفرستن سراغ که اصلا مشتایی میزنه که گادافار به اون عظمت پهن زمین میشد. من واقعا موندم چجوری. بعد حالا اینا هیچ، هر بار این دهن سرویس رو ما میکشتیمش دوباره زنده میشد برمیگشت. من نمیدونم نامیرا بود این چی بود. انصافا فایت با بالدر که از جذابیتش این بود که انگار داری فیلم سینمایی بازی میکنی. هم هیجان داشت، هم اکشن، هم داستان. حالا شاید برات سوال شده باشه که چه داستانی داشت. نه سوال نشده. من خودم اصلا توضیح میدم. آقا داستان بالدر این بود که انگار یه طلسم نامیرایی داشت. بعد برای همین هر بار که ما میکشتیمش این زنده میشد دوباره برمیگشت دهن ما رو سرویس میکرد. حالا بعداً هم یه ویدیوی کامل در مورد اینکه بالدر کی بود و از کجا اومد و اینا براتون میسازیم. قربانت. اورنستین و اسمو از دارک سولز 3. کلا همه قبول داریم که سری های دارک سولز واقعا جزو سخت‌ترین بازی‌ها قرار میگیرن. اما توی دارک سولز 3 همزمان دو تا باس فایت داشتی، یکی سریع و کوچیک، یکی گنده و فوق‌العاده قوی. و مشکل اصلی این بود که اگه روی یه نفرشون تمرکز می‌کردی، اون یکی میومد و میزد دهن مهن تو سرویس می‌کرد. تازه اگه با هزار زحمت موفق می‌شدی یکیشونو بکشی، اون یکی قوی‌تر می‌شد و می‌افتاد دنبالت که بکشتت. در واقع معنی حقیقی تیم ورک رو میتونستیم توی این دو بزرگوار مشاهده کنیم. اما خانم دیمیترسکیو از رزیدنت ایول ویلیج، کلا این بازی پر از باس فایت های عجیب و غریب بود، اما این خانم خیلی محبوبیت خاصی بینشون پیدا کرد. دلیلش هم کاملا به خودمون مربوطه، نه فقط به خاطر ظاهر و شخصیتش، بلکه به خاطر اون مبارزه‌ای که توی قلعه داشت و تبدیل شدنش به اون هیولای غول‌پیکر. نه بیشترش به خاطر اخلاق و وجنات ایشون بود. یعنی آره داشت دیگه بازیسازا فهمیدن داستان چیه دیگه. وقتی باس فایت قول بیابونی بیشاخودون باشه که طرف میزنه میکشتش دیگه، اینجوری خانومی میاد حالا حداقل باشه ذره فایت بیشتری داره، بیشتر میدونتش، باش بازی میکنه، بعد دیگه مجبور بشه میکشتش. بریم سراغ سایکومانتیس از متال گیر سالید، یکی از خلاقانه ترین باس فایت ها. سایکومانتیس علاوه بر جنگ فیزیکی، جنگ روانی هم با تو را مینداخت. اون میرفت توی مموری کارت کنسول تو بازیای دیگه تو بهت میگفت و واقعا پشمات میریخت. You like Azure Dreams? You like Castlevania, don't you? تنها راه شکست دادنش این بود که دسته بازیو بزنی به پورت دوم پلی استیشن. یعنی عملاً باس این گیم بهت اومده گفته که بیا بهت ثابت کنم کنسولت داره جاسوسی تو میکنه و این هیدو کوجیما با این بازیایی که ساخته دهن ما رو داره سرویس میکنه. این فقط یه بخش از لیست باس فایت های معروف گیما بود و واقعا میشه ساعت‌ها در موردشون حرف زد. ولی خب ما نتونستیم همه باس فایت ها رو براتون توی این ویدیو قرار بدیم چون یه لیست بی‌نهایتی از باس فایت ها وجود داره. ولی اگه باس فایت های خوب و باحال و عجیبی میشناسید که ما تو این ویدیو جاشون انداختیم، حتما تو کامنت ها برامون بنویسید، توی ویدیوی بعدی ازشون استفاده کنید. پس حواستون به ویدیوهای آیندهمون باشه که قراره بعداً بیشتر روی باس فایت ها زوم کنیم. مرسی که مثل همیشه همراه ما بودید. اینجا منگو مارکت. تا ویدیوی بعدی حواستون به زنگوله اون چیزا باشه. اینجا میتونید چنل سابسکرایب کنید. تا ویدیوی بعدی، خدافظ.